خب بریم سراغ آچار ببینیم که داستان آچار چی است. همونطور که خدمتتون توضیح دادم و اینجا میبینید این آچار ما یک سرزلش موفقیت، یک سرزلش خوشبختی. این آچاری است که بناست بیا تمام پیچش های زندگی ما رو، پیچ هایی که یا گره هایی که در زندگی ما افتاده چیکار کنه؟ حل و فصل کنه. چه گره هایی که آقایون، شوهرها، پدرها نسبت به در واقع خانوماشون، دختراشون، همسراشون بالاخره دارن، چه اون پیچش ها و گره هایی که خانوما نسبت به در واقع شوهراشون دارن. دقت بکنید خیلی وقتا که ما برخورد میکنیم با همسرمون و میگیم مثلا همسرمون من احترام نمیذاره، من جلو خانواده‌اش خراب میکنه، علتش چیه؟ علتش اینه که فرض کنید پیچش آقایون، مثلا فرض کنید تو این قسمت، یعنی یه پیچ انقدی است، بعد شما با این در واقع تنظیم، با این مقدار از تنظیم میخوای اون پیچ و گره ذهنی آقایون رو باز بکنی، میری میبینی به اون پیچه نمیخوره، بعد میگه همسرم منو دوست نداره، به من احترام نمیذاره. یا بالعکسش، خانم ها نسبت به آقایون یا آقایون نسبت به خانم ها فرقی نمیکنه. پیچ تنظیم کننده، این پیچی که متناسب با گره ذهنی و وجودی همسرم باشه، این چی هست؟ ابتدا میخوام آقایون رو توضیح بدیم، خواهشم اینه که دقت بکنید. همونطور که اینجا خدمتتون توضیح دادم، موفقیت نوشته و خوشبختی. آقایون، تمام آقایون در تمام دنیا ابتدا دنبال موفقیتن، بعد به دنبال چی؟ خوشبختی هن. دقت کنید، یه بار دیگه میگم، آقایون در تمام دنیا ابتدا به دنبال موفقیتن، بعد به دنبال خوشبختی. این که هر کدوم تعریف متفاوتی از در واقع موفقیت دارن داستان دیگری است، ولی اگر احترام نمیگذاره یه آقا به شما، همسرتون، پدرتون، هر کسی، اگر بد اخلاقه، اگر بی‌حرمتی میکنه، هر کاری که شما بگید، ابتدا عرض میکنم که پاسخش رو موفقیت، تو موفقیت دنبال بگید. یه مرد وقتی احساس موفقیت نمیکنه، حال خودش رو نداره، حوصله خودش رو نداره، در نتیجه آماده درگیری است. چون حالش از خودش یه مقدار گرفته است، بعد شما توقعاتی داری و ایشون چون حوصله خودش رو نداره با شما چیکار میکنه؟ درگیر میشه. اون گره اصلی تو موفقیت است. باید ببینیم چطور میتوانیم یک، به موفقیت همسرمون کمک کنیم، دو، موفقیتاشو به رخش بکشیم تا توهم ناامیدی، توهم این که دیگران از من بهترن، توهم این که من به اهدافم نمیرسم بره کنار، تا اونا چیکار کنن؟ حس خوبی نسبت به خودشون داشته باشن. در نتیجه کسی که احساس تراوت و شادابی از درون میکنه، مطمئن باشید حرمت دیگران رو هم نگه میداره.